ایمان، به نظرتون ایمان در افرادی که از نظر مالی وضع خوبی دارند بیشتره یا افراد فقیر؟ یک دیدگاهی و یک واقعیت هایی رو بعد از 30 سال زندگی من فهمیدم و متوجه شدم که 30 سال قضاوت اشتباهی میکردم که امروز میخوام توی این ویدیو با شما به اشتراک بذارم و در نهایت به این نتیجه برسیم که باور درست در مورد ایمان چیه و چطور میتونه در جذب ثروت مالی کمکمون کنه. با من همراه باشید. قراره با هم دیگه تجربیاتمون رو شیر کنیم و من جز آن چیزی که حس کردم و تجربه کردم قسم میخورم که چیزی رو به زبان نیارم، مخصوصا در مورد ایمان که خیلی موضوع مهمیه. راستش تا 30 سالگی من همیشه فکر میکردم خدا وقتی با منه که نماز بخونم، روزه بگیرم، حجابم رو رعایت بکنم، چون که توی خانواده مذهبی بزرگ شده بودم و نمیدونم به نامحرم نگاه نکنم. یه اصولی که توی هر دینی هست، توی دین مسلمانا هم هست. اما همیشه برام جای سوال بود اونایی که نماز نمیخونن یعنی خدا رو ندارن، اونایی که روزه نمیگیرن یعنی خدا باهاشون قهره، اونایی که حجاب ندارن خیلی آدمای بدین و برای من چالش بود. تا اینکه تو دانشگاه با دخترهایی آشنا شدم که اهل حجاب نبودن ولی اعتقادات مذهبی فوق‌العاده‌ای داشتن. این یکم منو به شک انداخت که شاید چیزایی که از بچگی یاد گرفتم چیزای اشتباهیه و اصلا درست نیست که کسی که حجاب نداره مثلا دین و ایمون نداره. بعد خیلی کنجکاوانه واقعا بررسی کردم، دیدم اتفاقا اونایی که خیلی مقید به حجاب و دین و مذهب میشن تو محله‌های فقیرنشین هم زندگی میکنن. دقت بکنید. و ادعا میکنند که پول باعث شده آدم‌ها از خداوند دور بشن. شاید اینو تو جامعه خیلی شنیدیم، مخصوصا اگه بری تو محله‌های فقیرنشین چند تا مسجد و با چند تا خانوم که به شدت حجاب رو رعایت میکنن هم صحبت بشی. حتی معتقدن یه دوره‌ای توی شهر ما، من توی شهر کوچیک بودم، میگفتن که ببین دانشگاه دخترها رو از راه به در میکنه، دیگه حجاب رعایت نمیکنن، دین و ایمونشون رو از دست میدن. و واقعا میدونم که برای کشورهای پیشرفته، برای آدمهایی که در مسیر آگاهیان، این جملات خنده‌دار ترین جملاتیه که شنیدن. حالا چرا و چه ربطی به آگاهی پیدا میکنه این موضوع؟ یادتونه تو اولین ویدیویی که توی این کانال ساختیم در مورد خدای واقعی و خدای ذهنی صحبت کردم و یادتونه در ویدیوی قبلی بهتون گفتم که رفتار و وابستگی های هر کس بستگی به ارتعاش وجودی اون آدم داره و هر کس در ارتعاشات پایین زندگی میکنه وابستگی هایی داره که دست خودش نیست و اصلا فکر میکنه کسی که این وابستگی ها رو نداره آدم بدیه، چون که خودش نمیتونه اونا رو نداشته باشه. اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدی بهت پیشنهاد میدم حتما نگاه بکنید. ببینید این کانال برای من که خیلی شگفت انگیزه و فرق میکنه با کانالهای دیگه. چرا؟ چون که دارم آن چیزی که با جون و دل زندگیش کردم و تجربه کردم رو با شما به اشتراک میذارم و یک دوره‌ای از زندگیم واقعاً
چیزهای عجیب غریبی رو تجربه کردم که میخوام توی این کانال با شما به اشتراک بذارم. شاید شما هم مثل من تجربیاتی داشتید. خب تا اینجا فهمیدیم که ما فکر میکنیم آدمایی که حجاب ندارن و مقید به دین و مذهب خاصی نیستند، ضعیفن توی مذهب، آدمهایی هستند که از خداوند دورترن. ولی آیا واقعا اینطوریه؟ بیایید برگردیم به مبحث چاکراها و از مبحث چاکراها شروع بکنیم ببینیم افرادی که ثروتمند هستن توی اعتقاداتشون مذهبی ترن و مذهبشون چه مدلیه. چون که اینجا داریم در مورد باورها صحبت میکنیم. 4مین باوری که میخوام امروز در موردش صحبت بکنم هم در مورد ایمان ثروتمندانه. میخوایم ببینیم که آیا ثروتمندان ایمانشون بیشتره یا ایمانشون کمتره. بریم در مورد چاکراها صحبت بکنیم. یک دور خیلی خلاصه‌وار بهتون میگم، چون در ویدیو قبلی توضیح دادم که افرادی که تو چاکراهای پایین هستن وابستگی شدیدی به اعضای خانواده پیدا میکنن. در چاکرای دوم وابستگی شدیدی به همسر و روابط همسر مشکل داره. اینم بگم اونی که تو چاکرای ریشم هست روابط بین خواهر برادر و پدر و مادرش مشکل داره. در عین حال وابسته هم هستن دیگه. انسان در مورد چیزی به چالش میخوره که وابسته شه. پس وقتی دارم بهتون میگم که مثلا چاکرای خورشیدی کسیه که با کارش درگیره، با تیپش درگیره، با شخصیتش درگیره، یعنی اینکه هم وابسته یک شغلی میشه، یک الگوی رفتاری میشه، یک الگو و تیپ رو برای خودش انتخاب میکنه ناآگاهانه و وابسته اون مدل طرز پوشش میشه و همین که مشکل داره، درگیرشه، نمیدونه درسته یا غلط. و بهتون بگم افرادی که 3 چاکرای پایین زندگی میکنن و ارتعاششون در حد چاکراهای پایینه، خدا رو یه جور دیگه میبینن. بذارید اول بگم که یعنی چی فرد تو چاکرای ریشه داره زندگی میکنه، تو چاکرای مثلا خاجی، چاکرای خورشیدی داره زندگی میکنه. یعنی اینکه سطح فکری، ذهنی، رفتاری و تیپ بدنیش، انرژی درونیش ارتعاش چاکرای ریشه رو داره. وقتی از این آدم بیای اصلا حاله انرژیشو ببینی چه مدلیه، چه رنگیه، متوجه میشی. و اینطوری بهتون بگم که فکر نکنید ما مثلا تو چاکرای ریشه هستیم فقط مثلا با پدر و مادر اختلاف داریم. نه، چون ارتعاش خیلی پایینه مشکلات چاکراهای بالاتر رو هم خواهد داشت. ولی کسی که میره چاکرای خاجی، یعنی اختلافش بیشتر با همسره، مشکلاتش با خانواده خودش رو رد کرده، وابستگی‌هاش با خانواده خودش رو رد کرده، دیگه درگیر وابستگی به پدر و مادر نیست، ولی درگیر وابستگی به همسر میشه. و میخوام بهتون بگم چرا میگم خدایی که این افراد دارن فرق میکنه با خدای افرادی که وارد چاکرای قلب میشن و از چاکرای قلب به بالا، یعنی ارتعاش وجودشون، سطح انرژی وجودشون بالاتر میره. چرا؟ چون که اصلا چاکراهای پایین رو دکتر دیسپنزا میگه چاکراهای مادی و این افراد بود مادی رو همش دوست دارن بزرگ بکنن و اصلا به روح و معنویت خودشون وصل نشدن. ولی آیا خدا رو هم درک نمی کنن؟ چرا؟ ببینید همه چی در این دنیا نیاز داره، از درون احساس میکنه که باید یک معبودی رو بپرسته، حتی اونایی که میگن من به هیچ خدایی اعتقاد ندارم. پس اینا چیکار بکنن؟ میان آن چیزی که اطرافیان بهشون یاد میده رو قبول میکنن
و چون وابستگی معنای عمیق‌تری داره در چاکراهای پایین، وابسته آن چیزی میشن که یاد گرفتن. از بچگی بهشون گفتن خدا این مدلیه، این کارا رو بکنی به خدا بیشتر نزدیک میشی، پس میان به شدت این کارها رو انجام میدن. کسی که مسیحیه به شدت اعتقادات و خرافه های مسیحی رو میپذیره و اونا رو انجام میده، و کسی که مسلمونه سعی میکنه که اعتقادات و خرافه های مسلمان ها رو انجام بده و فکر میکنه کسی که اونا رو انجام نمیده آدم بدیه، چون وابستگی هایی که اون داره رو نداره. میدونید طرز فکر این آدما در حد ارتعاششونه، و ارتعاششون اجازه نمیده که بیشتر از اون فکر کنن، بیشتر از اون با روحشون ارتباط برقرار بکنن. ولی آیا درسته که بیایم اینا رو مجبور بکنیم که حتی اون اعتقادات و خرافه ها رو نداشته باشن؟ نه، خطرناکه براشون. شبیه گیاهی میمونن که از ریشه جدا شده باشه، خشک میشن، افسرده میشن، حالشون بدتر میشه، نیاز دارن به اون خرافه هایی که دارن میپرستن. حالا درک میکنم که چرا وقتی میرم توی محله های پایین شهر و کنار چند فردی میشینم که اعتقادات مذهبی رو دارن عمیق‌تر رعایت میکنن، معتقدن که آدمای ثروتمند پول خرابشون کرده، پول از خدا دورشون کرده، چون خدایی که اونا دارن میپرستن رو آدمهایی که تو ارتعاش بالا قرار دارن بهش میخندن. میرسیم به فردی که به چاکرای قلب میرسه. قلب شبیه موتور میمونه که میتونه ما رو به روح وصل بکنه. افرادی که تو ارتعاش چاکرای قلب زندگی میکنن افرادی هن که رنگ سبز رو خیلی دوست دارن و افرادی هن که هدایتگر افراد در سطح ارتعاشی پایین میشن و یا اعتقادات مذهبی که افراد پایین میپرستن رو خیلی بولدش میکنن، بزرگش میکنن، در موردش هی تحقیق میکنن و چون هنوز تحقیقاتشون به نتیجه نرسیده تو چاکرای قلب گیر کردند، هدایتگر پایینیا میشن و به اونها اون اعتقادات رو بیشتر توضیح میدن و اونا رو عمیق‌تر غرق وابستگی هاشون میکنن. ولی خودشون از وابستگی ها گذر کردن، خودشون تنها وابستگیشون وابستگی به خداونده، خدای ذهنی. کسایی که تو چاکرای قلب گیر میکنن وابستگیشون به خدای ذهنی الان بیشتره، تا زمانی که این چاکرا هم به تعادل برسه و فرد یک درجه بالاتر بره، ارتعاش فکریش بالاتر بره، درکش بالاتر بره و برسه به چاکرای گلو. همه این مراحل رو من طی کردم که دارم انقدر با جسارت صحبت میکنم. گفتم بهتون سال 99 به شدت گرایش پیدا کرده بودم به سکوت ذهن، مدیتیشن و خلوت و تنهایی خودم. یه روز در حال مدیتیشن بودم که نور عجیبی رو تو بدنم میدیدم. خدا من میگم دیدنیه، خدای واقعی دیدنیه، شنیدنیه و هر لحظه تو لحظه هامون حضور داره. نیازی نداریم که فقط ساعت معینی رو تعیین بکنیم که نماز بخونیم تا با خدای ذهنی ارتباط برقرار بکنیم. البته میگم من اینو باز به همه توصیه نمی کنم و همه نیاز داریم به نماز و روزه و اصول دینی که هر کس خودش داره تا زمانی که سطح ارتعاشمون انقدر بالا بره که وصل بمونیم تو طول روز. هر لحظه خدا در لحظاتمون حضور داشته باشه. میخوام بهتون بگم نور عجیبی رو دیدم و بعد دیدم که شبیه یک بخاری اومد و از گوش من خارج شد. بعد از حالت مدیتیشن اومدم بیرون و شروع کردم به گریه کردن و
شکرگزاری کردن. احساس میکردم تک تک سلول های بدنم در حال پرستش خدا هستن. یه جور عجیبی وصل اتفاق میافته. اینم بگم که گریه های من دست من نبود، حرکت دستام دست من نبود. یک لرزش های عجیبی رو تجربه میکردم که انگار حرکت بدنم هم دست من نبود، دست ذهن نبود، دست روح بود. اتصال روح اتفاق میافته. اینجاست که میگم وقتی به ارتعاشای بالا میرسیم یه عده از همون اول که متولد میشن یک درکی متفاوت دارن و به ارتعاشای بالا وصلن و همین افراد هم میشن که جهان رو گسترش میدن، جامعه رو تغییر میدن، باورها رو جابجا میکنند. و بعضی هم مثل من تو طول زندگی وابستگی هایی داشتن، به چالش هایی میخورن، رهاشون میکنن و روز به روز ارتعاششون بالا میره. و ثروتمندان واقعی افرادی هستن که به گسترش جهان کمک میکنن. یعنی فرشته تو میگی افرادی که ثروتمندن دیگه یک دین و مذهب خاصی رو رعایت نمیکنن، ولی ما دیدیم افرادی رو که ثروتمندن و مذهب هم اعتقاد زیادی دارن. ببینید اونا همونایی که تو چاکرای قلبشون گیر کردن و رهبر چاکراهای پایینن، ولی خودشون هم درگیرن تو اعتقادشون با خدا، تو خدای ذهنی درگیرن دیگه، تو چاکرای قلبشون گیر کردن. با اونا کار نداریم. من بعدش اومدم بسیار تمایل پیدا کردم به زندگی نامه افراد موفق و تأثیرگذار تو جامعه و دیدم که ایمان واقعی چقدر تو لحظه لحظه کارهاشون، زندگیشون جریان داره. فرشته به ما بگو ایمان واقعی از نظر تو یعنی چی؟ یعنی چی میگی ایمان ذهنی، ایمان واقعی؟ ایمان واقعی یعنی فرد هر کاری میکنه قبلش با خدا مشورت میکنه و نترسه، تجزیه تحلیل نمیکنه. آدمایی که تو چاکراهای پایینن، پایین تر از قلبن، همه چیز رو مادی تجزیه تحلیل میکنن و دلشون میخواد قبل از اینکه کاری رو شروع بکنن بدونن این کار به نتیجه میرسه که شروع کنن، اگه نمیرسه پس ولش میکنن. ولی افرادی که ارتعاششون بالا میره نترس میشن، هر کاری که به دلشون بیفته انجام میدن. از چاکرای قلب عبور کردن دیگه. قلب و روح شروع میکنه به دستور دادن به این آدما و این آدما بدون منطق ذهنی شروع به اقدام میکنن و در نهایت اقداماتشون خودشون هم متوجه میشن چی کار کردن. ولی آدمایی که تو ارتعاشای پایینن، مثلا منطق من وقتی تو ارتعاشای پایین بودم این مدلی بود که چقدر افراد تاثیرگذار و افراد کارآفرین آدمای باهوشی میدونستن چه اتفاقی قراره بیفته، برای همین این کار رو شروع کردم و در نهایت هم چه نتیجه فوق‌العاده‌ای پیدا کردن. ضریب هوشیشون بالا بوده. ربط میدیم به ضریب هوشی وقتی در چاکراهای پایینیم، در حالی که اینها با نور درونشون ارتباط برقرار کردن. اینها هدایتگرشون فرق کرده دیگه. هدایتگر این افراد که در ارتعاش بالا قرار گرفتن ذهن و تجزیه تحلیل منطقی ذهنی، تجزیه تحلیل مادی نیست. اینها قلب بهشون فرمان میده و قلب ذهن رو مجبور میکنه باهاش به انسجام برسه. دکتر جو دیسپنزا میگه انسجام قلب و ذهن وقتی با هم اتفاق میفته، شما به هر خواسته‌ای که میخواید به راحتی میرسید، به هر مادیاتی که میخواید به راحتی میرسید. چرا؟ چون که قلب ذهن رو مجبور میکنه اونجوری که دلش میخواد، اونجوری که قلب میخواد فکر بکنه، اقدام بکنه، برنامه ریزی بشه و انجام بده و بدن اون رو انجام میده.
توی پست مربوط به باور چهارم، اگه دوست داری پست های اینستا رو ببینی، از لینک بالا میتونی بزنی. من گذاشتم لینکشو اینجام براتون، لینک رو میذارم. همون اسم پیج یوتیوبمونم همون پیج اینستا هست. توی باور چهارم، قبل شروع گفتن باور چهارم که مربوط به ایمان بود، من یک جمله رو از مناجات نامه خوندم و اینجا میخوام بهتون بخونم و در موردش یه توضیحی بدم. اون جمله این بود: میخندم به آن روزهایی که دنبال یافته بودم، به دنبال دانش بودم و با بینایی مینگریستم، اما به مردگی میزیستم. دقیقاً افرادی که سطح ارتعاش پایین تر از چاکرای قلب داشتند و من هم داشتم، افرادی هستند که فکر میکنن زندن چون به روح وصل نیستن، پس مردن، به مردگی میزیستم. این افراد به دنبال تحصیلات، دانش، مقامهای مادی هستند، فکر میکنن دنیا رو با بینایی میبینن، اما به مردگی میزیستند و میزیستم. و چقدر مناجات نامه اینو قشنگ گفت. در ادامه پستم بهتون گفتم که به نظرتون آدمای ثروتمند ایمان بیشتری دارند و گفتم به نظر من که بله. و توصیف ایمان رو هم اینطوری گفتم که اگر من، جسمم، ذهنم بازیگران زندگی‌اند و خداوند کارگردان زندگی، به هر اندازه که ایمان من بیشتره، به همون اندازه کارگردانه دوست داره که من بیشتر بازی بکنم. دقیقاً درکی بود که واقعا زندگی کرده بودم و مثالی بود که به ذهنم رسیده بود و بهتون گفتم. واقعا اینطوریه، وقتی شما ارتعاشتون بالاتر میره، با همه وجودتون متوجه میشید که یک کارگردانی بالا هست که اون همه چیز رو مدیریت میکنه و شما فقط یه وظیفه دارید: بازیگر بودن و بازی رو به بهترین نحوی که کارگردانه میتونه از ما انتظار داشته باشه بازی بکنیم. همینو بس. کار ما فقط بازیگریه، نه سناریو چیدن، نه کارگردانی کردن. افراد چاکراهای پایین فکر میکنن کارگردان زندگیشون خودشونن. کارگردانه میگه ما چی بازی کنیم، ما فقط بازی میکنیم و باعث گسترش جهان میشیم و به دست آوردن ثروت واقعی. امیدوارم از ویدیوی امروزمونم لذت برده باشید. با همه وجودم سعی کردم تجربیات و آنچه که درک کردم رو با شما به اشتراک بذارم و هیچ انتظاری ندارم از افرادی که هنوز مقید به دین و مذهب خودشون هستند و شاید خیلی ها حرفای منو قبول نکنن. باز من کاری باشون ندارم، چون که درکشون میکنم، میدونم که سطح فکر و ارتعاششون در همون حد باورهای خودشونه، نمیتونن از تعصب باورهاشون بیان بیرون و به شدت شاید با من مخالف باشن، مورد انتقاد قرار بدن منو. ولی افراد ارتعاش بالا جایی که خدا بهشون اجازه نده حتی بحث هم نمی کنن و فقط به علامت تایید سرشون رو تکون میدن و رد میشن. اینم گفتم که یاد بگیریم چطور با اطرافیانمون رفتار بکنیم و هرچقدر سطح آگاهی بالاتر میره با عشق دیگران رو نگاه میکنیم و از کنارشون رد میشیم و منتظر میشیم که خدای درونشون بیدار بشه
و شاید حتی ارتعاش اونها از ما بالاتر بره. پس هیچ وقت من ذهنی نداریم و اصلا افرادی که از چاکرای قلب بالا میرن چون همه کاره رو خدا میدونن، میگن ما هیچی نمیدونیم، ما چی بدونیم، هرچی اون دستور بده ما انجام میدیم، ما چی کاره ایم. پس اولین چیزی که تو زندگیشون حذف میشه من ذهنی. حواستون باشه. تو ویدیوی بعدی میبینمتون و اینم بهتون بگم مدیتیشن براتون گذاشته بودم، ولی به دلیل عکسی که میذاشتم و روش وایس ها رو میذاشتم، شایدم به خاطر اون آهنگی که پشت صدای خودم میذاشتم، اینستا یوتیوب اعلام میکنه که کپی رایته. بعد از اینکه 3 تا ویدیو هم براتون گذاشتم متوجه شدم که نمیبینید اصلا، یعنی من میذارم شما نمیبینید، برای همین برداشتم و دوباره براتون میذارم. 3 تا مدیتیشن و امروز چاکرای قلبم براتون درست میکنم. 4 تا مدیتیشن چاکراها رو براتون میذارم، انجامش بدید. حداقل هر کدوم رو 3 بار انجام بدید تا اون چاکراتون متعادل بشه. و معجزات رفتاری، آن چیزی که توی این ویدیوها دارم بهتون توضیح میدم رو دونه بدونه تجربهش بکنید و بیاید به من بگید که فرشته راست میگفتی. من مدیتیشن چاکرای ریشه رو انجام دادم و احساس میکنم که چقدر رها شدم از ترس‌های خودم، چقدر رها شدم از وابستگی ها به خانواده خودم. و رفته رفته تو زندگی تجربه میکنید که این مدیتیشن ها چی کار میکنه باهاتون. رفتارتون با همسرتون از طریق چاکرای دوم اصلاح میشه، رفتارتون با کارتون، شغلتون از طریق متعادل سازی چاکرای سوم، اعتماد به نفستون با چاکرای سوم حل میشه و در چاکرای قلب یک عشقی به زندگی اصلا پیدا میکنید و روابطتون با خدا عالی میشه. این مدیتیشن ها رو انجام بدید تا بدونید که چی میگم و هر کس روزیش باشه میره و انجام میده. حداقل 3 بار مدیتیشن ها رو انجام بدید، 3 شب پشت سر هم، بعد برید سراغ چاکرای بعد. همیشه هم از چاکراهای پایین شروع بکنید تا ارتعاش به طور متعادل بالا بره. هر چاکرا به چاکرای بعدی کمک میکنه و متعادل سازی سریعتر اتفاق میفته. خلاصه در مسیر نور و عشق و آگاهی در ویدیوهای بعدی میبینمتون و قرار اینجا با هم در مورد حداقل 120 باور مالی صحبت بکنیم در مسیر نور و عشق و آگاهی.